با شکرانه بانو، هنرمندی بانوی خیلی اینجا شناس شدیم، خیلی بدبینی داشتیم ده هم دیگری موقعی است که شما رو با هم دیگر شناس کرد. با عزیزبک جورای یگون رشته خوش و تباری داریم. خیلی همکاریم، همه سروداشو من میکنم، تنظیمگری موسیقی مثال هم سرود دویت مونو برآوردیم، با بعدی او با سرود کردیم. ان شاء الله که هم تا همکاریمون دوام داره. من میبینم که شما با عزیزبک جورایف، با شکرانه بانو، با چند نفر هنرمندان بیشتر دویت سویت میخونید. برجام شرکت ما باز یک سکیتکای خود را اعلان میکنم، میتونه با ما روان کنیم ویدیو را، ما با شما سکیتکا میکنیم و اینچنین برای خنی که واسه پلین پس تاتید مردونگی را وقت کردن، مهلت هم خوبگی را زیاد کردم، برادرایی که در شهر خوبشون میمیزن میساخشون قبیله نمیتونن برای همه هم هسته و اینچنین منطلیم برای روماتیسم، بوم درد، شامپون استرس و شامپون برای پیشگیری از سفید چای موی سر هسته، ویاگرا هسته برای دلگیگرش، مهلت هم خوبگی را زیاد کردن و اینچنین برادر جان برای خراب شوی 4 تمین الهدایا نرک و دوغوری یا گم کردن، خدا بلند کردن آدمای کلانسال و خردسال داشته پروتئین گینر ها میتونید همه توارا از شرکت ما دسترس کنید. من فصل زمستان هم فرا رسید، در بیرون هوا خیلی سرد است، برف میبارد، ولی مهمون نوبتی برنامه ما به همه این سردی ها نگاه نکرده از شهر باستانی باختر برای ثبت کردن برنامه ما آمدن. برف اول مبارک. دوستان عزیز، با شما درود میگوییم و مهمون نوبتی برنامه چهره نو هستند یک تن آوازخوانی جوان و همزمان تنظیمگر موسیقی نظر علی. خوش آمدید برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر برای دعوتتون. یک بار دیگر این زمستان برف نو به هم مبارک باشد. سلامت باشید و بار دیگر به دوشنبه خوش آمدید و مخلصان عزیز نگفته نماند که به خاطر مخلصان خود نظر علی از شهر باختر در همین هوای سرد در بیرون برف است آمدن که تا که برنامه را یک جا ثبت کنیم و از حیات و فعالیت امروزه برادر هنرمندی ما به شما برنامه تهیه کرده باشیم. و نظر علی من میدونم که بسیار هنرمندان شهر باختر از خردی آوازخوانی میکردن، اکثریت رو من میشناسم، ولی میبینم که شما دیرتر آوازخوان شدید و شما تنظیمگر خوبی موسیقی هم هستید. اول شما هنر تنظیمگری رو آموختید یا اینکه آوازخوانی رو؟ من راستی گپ همین ای خوردی پدرم اویلای صنعتکار در تولد شدگیم، همین مایده همین خیلی ای پدرم آموخته یاد گرفتیم. اول موسیقی می نواختید؟ اول اسباب نواختن یاد گرفتیم، بعدا توی گشتم قطی پدرم اسباب قطی همچون نوازنده با کمتر وقت گذشت صنف 10 شده بودم، خواستم که اسکریپکر یاد بگیرم. غیجه کرد یک غیجه گفتم آیا کراچی همون را خودم سماوچ گفتی و رساقتی یاد گرفتم. خیلی با هم توی گشتم. بعد استودنت شدم سال 2015 کنسرواتوار ملی داخل شدم. همین خیلی ختم کرده؟ سال 2020 ختم کردم. از کدام اختصاص؟ سرانده استرادی. و کدام سرود رو باری اول پیشکش مخلصان کرده؟ سال 2019 سرودی رفت قلبم در کانال زیفا استودیو پارتافتگی میشه. من میبینم که سبک سرودخوانی شما از بسیار هنرمندان جوان فرق میکند. صدای شیرین دارید. کم ناله هایتون با خیرالدین شریف و قربان علی مانند است و بیشتر کیها رو گوش میکنی؟ بیشتر سنگالی میرزایوف هم حافظای خلقی را همش بسیار گوش میکنیم. از همین خاطر همون ناله ها در آواز شما؟ پدرم خودش همین حافظی خلقی هم مقصد که همین خیلی ایامو دیده یاد گرفته، همین خیلی اومدگیم همین بسیارتر رویه پدر ما استفاده میبرم. یعنی ژانری خلقی که بسیار مردم دوست میدارن. و تنظیم موسیقی رو گفتید که خودتون یاد گرفتید. یگون نفران با شما کمک میکردن، استادتون در این جوده کی؟ در همین جوده همین تنظیمگر موسیقی و یا که نه اسباب یاد گرفتن مرا یگون کس کمک کردگی نیست. شکرانه خودم همین خیلی خواستگیم همون چیزا رو یاد گرفتگیم. خیلی وایرون کردگیم، با ساز کردگیم، وایرون کردگیم، ساز کردگیم یاد گرفتیم. و ساز شکر خدا خیلی کم هم باشد با این جوده مثال رسیدیم.
من میبینم که شما با عزیزبک جورایف، با شکرانه بانو، با چند نفر هنرمندان بیشتر دویت سویت میخونید. با عزیزبک جورایف یکمون رشته خویش و تباری دارید؟ عزیزبک جورایف برادرای ما، همکاریم، هم کسبیم. وای کس پیش ما مثال همین موسیقیاش میارم، ما میسازم و وایو میبرورم سروداشونا. هم خیلی یا رفیق شدیم، برادر شدیم، رفت اومد کردیم. بعد اولین سرودی که ما خطی عزیزبک بروردیم غریبی بود. بعد وای سرود با سرودی اوچاجون بود، دیگریش بروردیم. خیلی همکاریم، همه سروداشو ما میکنم، تنظیمگری موسیقی مثال همچون هم کمپوزیتور، همچون برادر بسیار همکاری داریم. خطی وای بغیر از عزیزبک جورایف با کدام هنرمندان همکاری دارید و آهنگ؟ یا بار دیگه سلام علیکم برادرها. چه خیلی که برای گرانیس گذشتن ما که بخیر به شما توصیه میدادیم برادرها. حاضر این همین رقمی که در روی اکران دیدین زنگ بزنید، هر روز سفر داره 500 روبل اینامی کانال ما کدامی که میره اسکیت کرده میشه. برادر بابو واریای ماشیناش خیلی دیدگی بده، ماشینای زمانوی به یگان کمبودی ده تشفیر داره. هر روز سفر مرحبا نمی رقم داره زنگ بزنید. شهریار دولتوف، اهلیدین فخردین، اینو بهادر شهلا، مدینه دولتوا، عزیزبک جورایف، خیلی بسیاری دیگه هستن که مثال نه ازبک‌ها هستن. از طرف روسیه دا کار میکنیم، ساکیت سمی دفعه ارانجیروفکاش میکنم. بسیارشون ازبکستان دا میکنم ارانجیروفکا. خیلی همکاریمون بسیاره. خیلی که آدمای شناختن نامشون گرفتیم و بسیار مقصد. بله. و با شکرانه بانو، هنرمندی بانوی خیلی خوش صدا، من دیدم که شما چند دویت آماده کردید و چند قبل یک ترانه نوی شما پیشنهاد مخلصان شد. بیایید اطراف این کمی صحبت میکنیم. چگونه همکاری رو آغاز کردید؟ کی شما رو با همدیگر شناس کرد؟ ما همه سال 2020 بود. 2020 بود تابستان بود. همین عزیزبک یک سرودی جهانگره میگن همونطوری آماده کرد. بعد شکرانه اومد خطی و دویت خوندن. خیلی پیش ای دستودی یا بار دو بار خیلی دیدگی بودم، این خوندنی اومده بودم. مقصد کنکریت ندیدگیش هم سرود داشتیدگی. اومدن همونجا خوندن، همونجا شناس شدیم. خیلی بدبینی داشتیم ده هم دیگری موقعی. استوری من دایم موافق نبود، استوری بود ما هم کردن. اویستا همکاری خطی عزیزبک سر کردن. بعد سرودای ما را گوش کردن، مخول شون شد. بعد مقصد ما خون یه تکلیف کردیم که یه سرود دویت بروریم. سرود دویت مون بروردیم با بعدی او با سرود کردیم. انشالله که همکاریمون دوام داره. و ترانه نوتون شعری کیست، آهنگی کیست؟ چند پیش در کانال پنشیر میدیا پیشنهادی مخلصان شد. شعر مراد ابراهیم نویسگی، آهنگی با فکر میاد ترکیه یا ارمنیه گرفتگیم. خیلی با تنظیم موسیقی خودتون؟ نه، اکا الهام کردگی. او در روی کردم برای که کارای ما کم ترک بسیار بود. اکا الهام در روی کردم. انشالله اون که از شخص بهترینن. مقصد گفت ما را نه نگفتد دستگیری کردن مرانده. و چند مدت است یک برنامه در رادیو فرهنگ همزمان در یوتیوب هم هست، در فیسبوک هم میبینم، بیشتر تنقید میکند هنرمندان جوان رو، مخصوصا هنرمندان شهر بختر رو که گویا که ترانه های بی مضمون و شعرهایشون با طلبات شعر جوابگو نیست. و در قطار این من چند هنرمند بختر رو هم دیدم. وقتی شما رو تنقید میکنن این رو چگونه قبول میکنید؟ میگن که سرودی تو معنی ندارد، یا موسیقی شما دزدی است، یا سخنهای پوچ و بی‌معنی میسراین. مثلا وقتی شما رو گویان چگونه قبول میکنید؟ من راستی گپ خودم در خیلی سرودای بی‌معنی یا که من در هر سرود هم معقول نمیشم. خیلی خودم ارانجیروف چیکم با مثال درون موسیقی را میدونم که چی گپای. من راستی گپ بسیارتر میخوام که سرودای بی‌معنی، سرودای مثال خیلی مادر پدر، مثال سرودایی که درباره دوستی و نامردی و همین چیزا رو خوندن میخوام. نه که با زمانه شیدگی که مردم همین چیز قبول کردن. شعر سبک رو، سخن عادی و ساده رو بسیار مردم قبول میکنن. این رو من در خدمت سنجیدم. ببینید که یک ترانه کبوتر اصلا گیریم اون شعر هم به طلبات شعری جوابگو نیست، ولی در تمام توی معرکه میروید 3 4 5 مرتبه تکرار به تکرار تکلیف میکنن که این ترانه رو خونید. یا یک ترانه که تماما نو به طلبات شعر جوابگو نیست، هنرمندی مشهور ازبکستان یلدوز عثمانووا میسراید. ولی من
تحلیل کردم، فکر کرده برآمدم بیشتر همون ترانه هایی که مضمون ساده دارن. این از چه شهادت میدهد؟ این از اون شهادت میدهد که مردم ما کتاب کم میخونن، شعر کم میخونن، هنرمندان ما با شاعران کسبی همکاری کم دارن. ولی میدونید اینجا یک دشواری، یک مشکلی دیگر است. من با بسیار شاعران همکاری دارم، میدونم یگان شاعر به پول سرود نمینویسه. بله حاضر همین وقت شدگی هایی که همه صنعتکارا چون همی میگیرن مینویسن همیشه. با اون خاطر مخلصان عزیز شما هم درست درک کنید که من شاهد هستم، اینجا نامشون رو نمیگیرم، برای تنها یک شعر رو نوشتن شاعران حاضره ما از 100 تا 400 دلار طلب میکنن به خاطر یک شعر با یک آهنگ نوشتن. ولی ما این رو رقیب اساسی یعنی شاعران جوان، شاعران معاصر گشتیم، بیایید من به شما ارزان تر مینویسم. اوزی اکام خیلی شدگیه که اولی صنعتکارای مثال نویچوک میگن زورش نمیرسه همون سوما دادن نه. این ما لیش خدم аранжировщикам ҳамаи корум сабукай барои сарояндаи кардани кам мекунам. бо ҳамин хелам расходе дорем ки мисол уже камкам зурмон меоям. акмо як шера бо ина дига одаморо фикр кунен ҳофизоро ки $300 бута як шера бихара, пеши аранжировщик браво пул бута, пеши мисол шоир студия браво пул бута, режиссер да пул бута, сценарист да пул бута, съемчик да пул бута. як клип намедонам мумкин $1000 зиёд мегузарад. кам $1000 сарф мешавад. خیلی شرایط هایی در مردم ما کم هایی خیلی عین کریزیس شده. و یکی از سبب‌های بسیار تکمیل سرودها و بازخوانی و از آهنگ‌های خارجیان گرفتن تکمیل دادن به تاجیکی خواندنم مخلصان عزیز انا همین چیز است که مبلغ زیاد صرف می‌شود. با توی ها می‌روید؟ بله با توی ها می‌روید. دعوت می‌کنن، تکلیف می‌کنن. می‌روید. و شما رو در کنسرت‌ها کم می‌بینیم. برای چی کم شرکت می‌ورزید؟ نمیدونم حسابی چیه که حسابی کارم بندم نمیتونم خیلی نکی حرکت میکنم که دیگه کنسرت ها دا اشتراک کنم حرکت میکنیم انشالله. چی نقشه ها دارید؟ من از پیش سالی نو است سرودوی نو یکون برنامه جدیدی کنسرتی ما همیشه شکرانه سفرزاد قطعی راستی خیلی همکاری مونا با قوت کردنیم سرودو بیشتر کردگیم انشالله که همیشه شکرانه بونو کمتر سبوک شوند بعد خدا خواهد عقیبی کار جدی میشیم. حاضر سرود داریم انشالله تا سال نو سرود مون میبروید یا پدرکای سال نوی میشه برای مخلصا بعدا شکرانه بونو که سبوک شید با سرودو بیشتر زیادتر میشه. و تشکر میگیم به شما که بار اول در برنامه ما شرکت ورزیدید و با کارهای میمده شما که شما هم هنری سرایندگی و هم هنری تنظیم موسیقی دارید. کامیابی های نو به نو رو تمنا میکنیم و مخلصان عزیز مهمانی برنامه ما بودند آوازخوان و تنظیمگر جوان و امیدبخش نظر علی.